خب سلام دوستان عزیز، میریم واسه درست کردن یه املت خوشمزه. اول رب رو با موادمون که درست کردیم قشنگ تفت میدیم. میذاریم قشنگ سرخ بشه. بعد که ربمون سرخ شد یه مقدار از این کالباسای مرغ که آماده کردیم داخلش میریزیم. میذاریم اینم یه مقدار سرخ بشه. بعد از اینکه این هم سرخ شد تخم مرغ‌ها رو اضافه میکنیم. یه دونه، دوتا، اینم سه تا. ببخشید از این چیزا افتاد توش مثل تخم مرغ. بعد زیرش زیاد میکنیم و شروع به هم زدن میکنیم. منتها اول سفیده تخم مرغ، حواستون باشه زرده رو قاطی نکنین فعلا. سفیده رو قشنگ قاطی میکنین. در آخر اینم از زرده آتیش نکنین زرده رو اصلا. اینم یه املت خوشمزه. جای همگیتون خالی.